وارد سایت هپی مود میشیم و برنامه هپی مود رو دانلود میکنیم. DNS چنجر رو سرچ میکنیم و این نسخه‌ای که میبینید رو نصبش میکنیم. از لینکی که دارم وارد میشین و DNS مورد نظر رو کپی میکنید. این DNS رو توی برنامه DNS چنجر باید اضافه کنید. کافیه برنامه رو اجرا کنید و مجوزهای مورد نیازش رو تایید کنید. قسمت بلابه بالا رو میزنید، اون IP رو اینجا پیست میکنید، یک DNS دیگه هم از اینجا انتخاب میکنید و اون رو وارد این برنامه پیست میکنید، یک اسم هم براش میذارید و در نهایت تاییدش میکنید. بعد گزینه کانکت رو میزنید تا DNS متصل بشه. حالا وارد برنامه تپ میشیم و میتونید هم اکانت بسازید یا با اکانت گوگلتون وارد بشین. تو قسمت سرچ برنامه تپ نیت فور اسپید رو جستجو کنید. دقت کنید که حتما نسخه مورد نظرتون رو درست انتخاب کنید، همین نسخه‌ای که داخل تصویر مشاهده میکنید رو، و بعد دانلودش میکنید و نصبش میکنید. بعد بازی رو اجرا کنید. بهتون تبریک میگم، به همین سادگی شما میتونید این بازی رو اجرا کنید. البته چون من این بازی رو اجرا کردم و وارد بازی شدم، قسمت اولی که وارد بازی میشین شما میتونید لاگین شدن از طریق گوگل رو انتخاب کنید و اکانت گوگلتون رو انتخاب کنید و وارد بازی بشید. هیچ مشکلی نخواهید داشت، چه لحاظ پینگ و هر مورد دیگه. با تمام اینترنت هایی که توی ایران موجود هست میتونید از این بازی لذت ببرید و از گرافیک خیلی کننده بازی نهایت لذت رو ببرید. 加油站放了些厉害的道具，它们很适合用来对付讨厌的警察，还有其他你不喜欢的街头车手。